خب عزیزان، من 6 رد بدون کم و زیاد و بافتم که کیفمون به این شکل میشه. برای دیواره کیف این 6 رد رو میبافیم. حالا میایم نخ کوتاه دیگه بهش نیازی نداریم، اضافهش رو میگیرم. بین بافت اضافه نخو رد میکنم که کارمون محکم بشه. اینجوری با فندک به کارمون میچسبونیم که محکم بشه. حالا با نخ اصلی میایم یک رج دور بافت رو کامل دورگیری میکنیم. به این صورت قلاب رو رد میکنم، یه زنجیره به این شکل از روی زیر گندمی قلاب رو رد میکنم و به این شکل پای بست میزنم. به همین صورت تا انتهای رج یک رج رو کامل با پای بست میبافیم. خب من به آخر رج رسیدم. این دوتا دونه آخرم ببافم. نخو قیچی میکنم. نخم بین بافت مخفی میکنم و میسوزونمش. به این شکل یک طرف کیف رو بافتیم. دو تا مثل هم برای دو طرف کیف باید ببافیم. حالا میرسیم برای در کیفمون. در کیف رو به این شکل میبافیم. اول با یه حلقه شروع میکنم و 10 تا زنجیره میزنم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 تا زنجیره رو زدم. یه زنجیره میزنم داخل هر 10 تا زنجیره رو میام پای کوتاه میبافم. به جز دونه آخری. خب دونه آخری رو 3 تا پایه می بافم. 1 2 3. باز طرف دیگه این پای زنجیره ها رو این طرفم پای کوتاه می بافم روی 10 تا پایه رو. خب دونه آخری رم داخل پای آخری 3 تا پای کوتاه می بافم. 1 2 3. خب حالا میایم
مثل بافت کیف، دقیق مثل بافت کیف دیگه اینجا نمی بافیم، زیر گندمی ها نمی بافیم، بین این گره ها باید ببافیم، دقیق اینجا بین گره ها رو میام پای کوتاه می بافم. می بافم تا برسم به گوشه کار، این سه تا پایه که بافتم. خب رسیدم به ستایی ها که داخل یه پایه سه تا پایه بافته بودم. میام داخل هر پایه 2 تا پایه کوتاه می بافم. داخل پایه اولی 2 تا پایه می بافم، پایه دومی 2 تا پایه می بافم، داخل پایه آخری هم 2 پایه کوتاه می بافم. روی تمام پایه ها تا برسم به این ستای آخری، روی هر کدوم یه پایه کوتاه می بافم تا برسم به این ستا. به این سه تا پایه رسیدم، داخل این هر پایش 2 پایه کوتاه می بافم. 1 2. پایه بعدی 2 پایه، پایه بعدی 2 پایه. روی تمام پایه های دیگه پایه کوتاه می بافم تا برسم به اولین 2 تایی که بافتم. به اولین 2 تایی که رسیدم، داخل اولین پایه 2 تاییمون، داخل اولین پایش 2 تا پایه کوتاه می بافم. پایه بعدیشو پایه تک می بافم، یعنی یه دونه پایه کوتاه می بافم. 2 تایی بعدی هم داخل اولین پایش یه دونه 2 تایی. 1 2. پایه بعدیشو یه پایه کوتاه می بافم. 2 تای بعدی رو اولین پایه‌شو یه پایه 2 تایی، یه دونه 2 تایی، پایه بعدیش یه پایه کوتاه. ببینید اولین پایه 2 تایی هامون 2 تا پایه کوتاه بود، یه پایه کوتاه تک، پایه بعدی 2 پایه کوتاه، 2 تا پایه کوتاه، یه پایه تک، یه 2 تایی، یه دونه تکی. به این شکل، یعنی ما بینشون یه پایه تک میفته، یه 2 تایی یه تک، یه 2 تایی یه تک، یه 2 تایی یه تک دیگه. تا انتها روی این پایه ها رو پایه کوتاه می بافم تا برسم به این 2 تایی ها، این قسمت 2 تایی. اولین 2 تایی که رسیدم، داخل اولیش 2 تا پایه می بافم، پایه بعدیشو یه پایه کوتاه. 2 تای بعدی داخل اولیش 2 تا پایه کوتاه، داخل بعدی یه پایه کوتاه، یعنی یه 2 تایی یه تکی، یه 2 تایی یه تکی. 2 تای بعدی اولی 2 تا پایه کوتاه، پایه بعدیش یه پایه کوتاه. به این صورت می بافم تا برسم به این 2 تای روبرو، اولین 2 تایی که بافتم. به اولین 2 تایی که رسیدم،
داخل پایه اول 2 تا پایه کوتاه میبافم. تنها نکته‌ای که داره این در کیف، یعنی تو بافت کفی بیضی رو به همین صورت میتونیم ببافیم. فقط تنها نکته‌ای که داره تو همیشه دوتایی هامون، این دوتایی که بافته میشه تو اولین پایه دوتایی ها بافته میشه. یعنی این دوتایی که بافتیم رج قبل همیشه دونه اولش یه دوتایی میشه، با بقیش وسطش کنارش پایه کوتاه میبافیم دیگه. پایه های تک ما بینشون تا به دوتای بعدی برسیم. دوتای بعدی دوباره اولیش 2 تا پایه کوتاه باید ببافیم. نکتهش همینه. حالا اولین پایه دوتاییمون 2 تا پایه کوتاه بافتم، پایه بعدیشو پایه کوتاه میبافم. این رج 2 تا پایه کوتاه، 2 تا پایه ما بین دوتایی ها قرار میگیره. رج قبل 1 درمیون بود، این رج میشه 2 درمیون. 2 تا پایه تک. حالا میرسیم به دوتایی ها. اولین پایه دوتاییمون پایه جفت میشه، یعنی باید 2 تا پایه اولین پایه رو 2 تا پایه بافتیم، پایه بعدیش یه پایه کوتاه، 2 تا پایه کوتاه، 2 تا پایه کوتاه تک. دوتای بعدی رو اولیشو پایه جفت میبافیم، پایه کناریشو پایه تک میبافیم. بقیه پایه ها هم مثل قبل پایه تک، تو هر پایه یه پایه تک میبافیم تا برسیم به این سمت. این سمت هم اولین پایه کوتاهمون دوتایی میخوره، 2 تا پایه کوتاه، 2 تا پایه تک، 2 تا پایه کوتاه، 2 تا پایه تک، 2 تا پایه کوتاه، 2 تا پایه تک. به همین صورت بینشون 2 تا پایه تک میفته. رج قبل 1 پایه داشتیم، این رج 2 تا پایه باید داشته باشیم. من اینو میبافم، این قسمتم میبافم تا برسم به دوتای رج این سمت. من این ساده بافی رو انجام دادم، رسیدم به دوتای بعدی، به دوتای این سمت. داخل اولین پایه دوتاییمون گفتیم که اولین پایه دوتایی ها همیشه پایه جفت بافته میشه، یعنی 2 تا پایه میبافیم داخل پایه اول. 1 2. بقیه پایه ها رو پایه تک میبافیم تا به دوتای بعدی برسیم که این رج 3 تا پایه تک داریم. رج قبل 2 تا بود، این رج میشه 3 تا پایه. 1 2 3. ما بین دوتایی ها 3 تا پایه تک بافته میشه. به دوتای بعدی رسیدیم، داخل پایه اولش یه پایه دوتایی، پایه بعدیش پایه تک بافته میشه. و 2 تا پایه تک دیگه که میشه 3 تا پایه. دوتای بعدی رو اولیش دوتایی، پایه بعدیش تک. به همین صورت روی این پایه های تکم مثل قبل پایه کوتاه تک بافته میشه تا برسم به این دوتایی. این سمتم به همین شکل دوتای اول، به قسمت دوتایی رسیدم. داخل پایه اولش یه دوتایی میبافم، یه دوتایی، پایه بعدیش یه پایه تک. با این دوتایی ها میشه 3 تا پایه تک، یعنی یه دوتایی، 3 تا یکی، یه دوتایی، 3 تا یکی. باز دوباره 2 تا پایه بعدی، اولیشو یه دوتایی، بعد 3 تا پایه تک، پایه بعدی یه دوتایی. هر رج به تعداد پایه های تک یه دونه اضافه میشه. دیگه رو پایه های تک رو میبافم تا به این قسمت برسم، به قسمت دوتایی. به دوتایی این سمت رسیدم. داخل اولیش یه دوتایی، حالا ما بین دوتایی ها میشه
4 تا پایه تک راج قبل 3 تا پایه تک بود، الان میشه 4 تا پایه. 1 2 3 4. به دوتایی ها رسیدیم. داخل پایه اولیش یه پایه دوتایی میبافیم. دوتایی رو بافتم، حالا 4 تا تکی میبافم. 1 2 3 4. یه دوتایی دیگه. بقیه پایه ها پایه تک بافته میشه تا برسم به این دوتایی. خب به اولین دوتایی این سمت رسیدم. اولی رو یه دوتایی میبافم، بقیه پایه ها رو یه پایه تک میبافم. 2 تا پایه تک، 3 تا، 4 تا. اولین دوتایی پایه دوتاییمون رو 2 تا پایه میبافیم، میشه یه دوتایی. 4 تا یکی، یه دوتایی. بقیه پایه ها هم پایه تک بافته میشه تا این سمت که به رج آخرمون هست، تا به این قسمت دوتایی برسیم. به اولین دوتایی رسیدم. داخل پایه اولش 2 تا پایه میبافم. دوتا دیگه. بقیه پایه کوتاه. رج قبل 4 تا پایه کوتاه داشتیم ما بین دوتایی ها، الان میشه 5 تا پایه کوتاه. این 2 تا، یکی 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. به دوتای بعدی میرسم. پایه اولشو دوتایی میبافم. 1 2. 5 تا یکی، 2 تا، 3 تا. ببخشید من اشتباه گفتم، باید از این چاقالا برات کنم. 4 تا، 5 تا. دوتای بعدی رم به همین صورت پایه اولشو دوتایی، دیگه بقیه پایه هام تا برسم به این سمت پایه تک بافته میشه. رو هر پایه بافته میشه. این قسمت هم روی قسمت دوتایی ها دوتای دونه اولشو دوتایی میبافم. 5 تا یکی، یه دوتایی، 5 تا یکی، یه دوتایی دیگه میبافم تا برسم به این سمت. تا اینجا رو بافتم.